بچه‌ها چطورید؟ امروز میخوایم بریم لنز بگیریم واسه چراغ‌های پیکی. بچه‌ها فقط حمایت یادتون نره. خب توی مرحله چراغ‌ها رو با هم باز میکنیم. چراغ‌های پیکی یکم سخت باز میشه متاسفانه، ولی به هر زوری بود چراغ‌ها رو 2-3 نفری باز کردیم. مرحله بعدی باز کردن تلق چراغ. با 3 شوار حرارتش میدیم که چسباش یه نمور آب بشه، بتونیم تلق به راحتی بکشیم بیرون. بعد از اینکه تلق در آوردیم کاسه چراغ رو با آب کامل میشوریم و تمیزش میکنیم. مثلا که آب زد تمیز شد خلاصه رو خوش واسه رنگ زدیم. بعد از اینکه کاسه رو رنگ زدیم باید لنز رو داخل این کاسه ما جا بدیم و پیچش کنیم. متاسفانه لنز بزرگه و باید یه سری برشکاری انجام بدیم. برای اینکه LED رو بذاریم داخل خود لنز باید پشت لنز رو کامل باز کنیم. 3 تا پیچ داره بچه‌ها. 3 تا پیچ رو باید کامل باز کنیم. و اینجا دره شارژی هم سرچه‌هاش باز شد. می‌بندیمش. خب پشت لنز باز شد. میریم برای خود عدسی. خود عدسی هم یه دونه پیچ داره. اون پیچ رو باز کنیم خود عدسی میپره بیرون. برای روشن کردن خود ریسه به 3 تا سیم ما نیاز داریم. 3 تا سیم برمی‌داریم برش میزنیم. سراشون رو لعین می‌کنیم. اون 3 تا رشته سیم رو که آماده کردیم لعین می‌کنیم به خود ریسه که شامل 3 بخشه: گران، دیجیتال، مثبت 12 ولت. تو این قسمت بچه‌ها خود ریسه رو میندازیم داخل حلقه و تیکه به تیکه چسب 1-2-3 میزنیم که قشنگ بچسبه. خود ریسه هم بچه‌ها چسب داره ولی ما محض احتیاط چسب 1-2-3 هم میزنیم. بچه‌ها سیمایی که از ریسه اومده میخوره به این سوکت و این سوکت میخوره به خود کیت. در مرحله آخر عدسی رو میبندیم داخل خود حلقه. از اون ورم پشت لنز رو جا میندازیم. 3 تا پیچ داره. 3 تا پیچ رو میبندیم و میریم نتیجه کار رو با هم ببینیم. فقط حمایت یادتون نره.